این آقا از اسم روشنگر و علوم ساینس استفاده کرده و صدها دروغها و ادعاهای تاریخی، مذهبی، اسلامی، علمی و ساینسی را حقیقت گفته پخش و نشر می کند. بعد ترانسکریپت نمرات ما آوردم پویا جان، در آخر برنامه میخوایم یک نشان بدم به دوستان. خب تعداد مضامینی را که ما خواندیم زیادتر از 80 مضمون است. اینها میخواهند همه را قسم معتقد بسازند که هر موضوع تاریخی، مذهبی، اسلامی، علمی و ساینسی را که درباره‌اش سخن میزنند مکمل تحقیق، مکمل تحلیل و مکمل بررسی کردند. ما هنوز فرق میان یک چوبی را که در دستک خانه تان است با درختی که از سلول های زنده ساخته شده نمیدونی. اون مرده نیست، اون سلول هست. مثل که در بدن تو سلول هست، فقط مسئله یوکاریوتی و پروکاریوتی سلول ها هست. سلول های گیاهی، سلول های حیوانی. تو در وادی بیولوژی درخت خوب از سلول ساخته شده. فرقی با بدن من، روابط سلولیش خب درست است، شاید فیزیولوژی و آناتومی فرق داشته باشه، فیزیولوژی و آناتومی سلول های گیاهی و نباتی، یعنی یوکاریوتی و پروکاریوتی. حالا اولین چیزی را که درباره‌اش سخن میزنیم او ای است که بر اساس ابتدایی ترین کتب بیولوژی حیات در زمین به این طبقه ها تنظیم شدند که شامل پروکاریوت ها و یوکاریوت ها می باشند. موضوع دوم را که درباره‌اش سخن میزنیم او ای است که سلول های نباتی و سلول های حیوانی هر دو شامل یوکاریوت ها می شوند. پس اینها معلومات غلط، نامکمل، تحقیق نشده و تحلیل نشده را حقیقت گفته پخش و نشر می کنند و بعداً همان معلومات و منبع غلط را منبع خود قرار داده و بس می کنند.